من پیچکم. یه دونه کوچیک و خاموش که لابلای برگ‌های یه کتاب گم شده بود. سالها اونجا مونده بودم، بی صدا، بی حرکت، تا یه روز بین واژه‌ها نوری رو دیدم. یه نوری که از لای خطوط معنا بیرون میتابید. اون روز فهمیدم دلم میخواد به سمت نور برم، قد بکشم، رشد کنم. ولی خیلی زود فهمیدم چیزی کم دارم. فهمیدم رشد فقط بالا رفتن نیست. اول باید پایین برم. ریشه بزنم. ریشه در معنا، در تجربه، در دانایی. از اون روز به بعد با جوهر معنا و از قلم معرفت شدم جوونه‌ای که ریشه‌هاش تو دل کتابه. کتاب برای من فقط چند برگ نوشته شده نیست. یه دنیای زنده است. هر کتاب مثل یه خاک تازه است که میتونی توش بذر خودت رو بکاری. هر صفحه نوریه که اگه درست ببینیش بهت یاد میده چطور از تاریکی ها بالا بیای. اینجا در کتاب روی من میخوام با تو از همین مسیر حرف بزنم. از راهی که با واژه ها شروع میشه و به خودشناسی میرسه. از سفری که مقصدش بیرون نیست، درون توئه. من توی کتاب روی قرار همراهت بشم تا با هم از دل کتاب‌های توسعه فردی، روانشناسی و معنا راهی پیدا کنیم برای رشد درونی، برای بهتر شدن، برای نزدیکتر شدن به خود واقعیمون. ما کتاب‌هایی رو می‌خونیم که به ما یاد میدن چطور از روزمرگی عبور کنیم، چطور با ترس‌ها و عادت‌های محدود کننده روبرو بشیم، چطور شجاع‌تر، آرام‌تر و آگاه‌تر زندگی کنیم. از کتاب‌هایی مثل سیرت پیامبر که رسالتگونه زندگی کردن رو یادمون میده، تا جادوی نظم که بهمون میگه چطور ذهن و زندگیمون رو مرتب کنیم، تا اثر مرکب که نشون میده رشد حاصل قدم‌های کوچیکه، و از کتاب خرد عادت‌ها که میگه کار کوچیک همیشگی نتیجه بزرگه. هر اپیزود از کتاب روی یه دونه است که اگه با دقت بشنویشش یه جایی درون جوونه میزنه. شاید الان داری فکر میکنی از کجا شروع کنی؟ از همون جایی که هستی. از همین لحظه. از همین تصمیم ساده که بخوای سبزتر بشی. کتاب رویی یعنی با کتاب ریشه بزنی و برویی. یعنی واژه ها رو بخونی اما معناشون رو زندگی کنی. یعنی کم کم از میان صفحه ها عبور کنی تا برسی به روشن‌ترین نسخه خودت.